صبح بخیر. من دارم خودم رو برای پرزنتیشن خود زوم آماده میکنم. چون کامرا روشن هستم میخوام که خوب مرتب و تمیز در نظر بیایم. این ارائه درباره یک کیس مریض است که ما خواندیمش و تشخیصش بررسی کردیم. دواهایش دیدیم و اگه لازم بود بر اساس علائم برایش دواهای جدید اضافه کردیم. و پاورپوینت هم ساختیم که هر کدوم از اعضای گروه یک بخشش رو داره. انشالله که امروز پرزنتیشن ما خوب پیش بره. من میخوام برام یکم تمرین کنم تا وقتی که پرزنتیشن من شروع میشه. Jag brukar vara med på alla andra moment men medelsgenomgång för Petra. Vi har analyserat hennes läkemedelslista utan hennes vardag är då nattliga toaletter. Absoluta är värdet och relativa. پرزنتیشن من تمام شد. تقریبا 40 دقیقه طول کشید. از 40 دقیقه من فقط 5 دقیقه شد حرف زدم. آلی من روی یک وظیفه قدیمی از کورس قبلی کار میکنم. چند بار کوشش کردم سوالایش حل کنم اما هر بار جواب غلط میگرفتم. آخرش دیگه خسته شدم و رهایش کردم و رفتم سراغ یک درس دیگه که امی کورسی جدید مسته و یک کیس مریض دیگر شروع کردم. صبح بخیر. امروز یک روز نو است و من میرم سر کار. برای کسایی که نمیدانن من در دواخانه به عنوان نسخه پیش کار میکنم. کارم میسته که نسخه های دکتر بررسی و آماده کنم، دواهای درست پیدا کنم و به مریضا توضیح بدم که چرا قبل دواهاشون استفاده کنن. همچنین مطمئن میشم که همه چیز درست باشه. من بعد از 3 سال درس خواندن در دانشگاه تونستم در این بخش کار کنم و واقعا از کارم لذت میبرم. درس کد سر کار ما سیاهه، یعنی زیر لباس کار ما باید سیاه باشیم، هم شلوار سیاه هم بلوز سیاه. ولی خیلی های رعایت نمیکنن. من یکی از اونایم. فرقی نمیکنه زیاد چی باشه، فقط شلوار من که سیاه دیگه باید قبول کنن. کفش من سیاهه. قبل از اینکه من برم سر کار یک سر به دکان مواد غذایی زدم تا برای خود نان چاشت بخرم چون با خودم لانچ نداشتم. باز رفتم در بوفهش و برای خود یک دانه سالاد خریدم. وقتی که ما صبح میرسیم سر کار کلی بکس دوا برامون میاد که ما رو باز میکنیم و دواها رو در جای درستشان میمانیم. این کار ما در طول روز انجام میتیم و مهمترین کار من است در داروخانه که نسخه های مریض باز کنم، دواهایی که لازم دارن پیدا کنم و برایشان تحویل بدم که باز دهشان توضیح هم میتونم که چقدر استفاده میکنن اگه آلی جدید باشه برایشان. باز این کار ما در طول روز تا
تا وقتی که داروخانه بسته میشه انجام میتونم. ولی خب امروز من داروخانه رو نمیبندم و یکی از همکارای داروخانه رو میبنده. امروز من کم زودتر تعطیل کردم. شیفتم که در داروخانه خلاص شد. کالای خود بدل کردم. امروز میخوام برم در یک مغازه لباس فروشی که نامش هست هندور فمتیخوی. یک پلیس اونجا دیده بودم که بسیار خوش آمده بود و میخواستم امتحان کنم. حالا میبینید در جانم که ایره در یک رنگ دیگه شی باز ما خریدم و این شلوار یکم برای ما زیاد دراز بود، ایره نگرفتم و این کلینینگ اما پیرن خوشم نمد زیاد، جای قش باز بود. اینجا هم که غروبی خورشید است که خیلی مقبوله و اینجا ما منتظر اتوبوس بودم. خانه که آمدم برای دوستم زنگ زدم چون که می‌خواستیم یک کیس مریض در بارش گپ بزنیم. با خواهر آمدم کافه. ستاره درا چی میخوانی؟ ما در درس میخوانم برای یک امتحان آپتیتنت اسمشه. آتیتنت ما چیه؟ الان در عنوان دکتر انترن کار میکنم. 21 ماه طول میکشه دیگه. الان ماهای آخر وقتی که خلاص میکنی دیگه تقریبا ماهای آخر باید امتحان نوشته کنی درباره همه کلینیکایی که توش کار کرده. یک امتحان خیلی بزرگ و سخته. wish me luck. بعد از امتحان قبول شدم انشالله پروانه پزشکی میگیرم انشالله. You don't embarrass me, fucker. It's the second I'm to guys. You do something suspect. This cute ass bye bye. Like, oh, maybe you say you. امروز یک جلسه در زوم دارم با استادم به عنوان دکتر و من به عنوان داروساز بیمارستان. قرار است با هم درباره دواهای یک مریض گپ بزنیم. ما از قبل لیست دواهاش بررسی کردیم و مشکلاتش پیدا کردیم. حالا میخوام که پیشنهاد بدم که چه رقم میتونیم دواهاش بهتر کنیم. Så det var ju bra att vi lyckades med det. Ja men tack själv, vi syns. Trevlig helg. Ha det fint. من زومم با معلمم تمام شد. امروز فقط تمرینی بود، یعنی الان دیم نمره نمیتونیم. هفته بعدی قرار نمره بگیریم و من پرسیدم که اگه من امیرخم انجام بدم هفته بعدی قبول میشم یا نه و گفته که امیرخم باید تو انجام بدی. الان کم خیال من راحت شد. یک پاکت دیم آمده دم در که میخوام دیتر نشان میتونم. بعد دیروز که رفته بودم
یک چیزای خود خریدم، اونا رو هم دیتون میخوام نشان بدم. بریم انباکسینگ داشته باشیم. این پاکتیه که دهم آمده و از سایت اناکودی برای خود چند تا شلوار سفارش داده بودم که آمده و میخوام دیتون نشان بدم. یک شلوار سیاه سفارش داده بودم، رقمیه. حالا میخوام بپوشم چه خمال میشه. شلواره قدش برابره، فقط کمرش یکم دیم بزرگه، ولی دلیلی که من پس میفرستم یکی اول از همه خیلی پارچش کلوفته، از جنسی هم خوش من آمد، پایینش هم خوب استنم میشه، فکر کنم اینجوری جمع میشه. خوش منم دوست دارم پارچه استوار بیفته روی پا. وای من عاشق از این شلوار سفیده شدم. این شلوار سایز 32 خریدم. فکر کنم تنگ بشه ولی برابر. خوش میمه که شلوارش بیش از حد اینجاش گوشات نیسته، باز قدش هم خیلی مناسبه دیگه، یک کم بلنده ولی خب من میخوام با یک کفش باشه بلند بپوشم. از جایی که خوش میمه شلوار کمرشیه، چون که هم کمربند میخوره مدلا و هم جای ساسون داره، اینجاش خیلی خوشگله دیگه. من ایره حتما نگه میدارم چون ده همه لباسای میه. I'm so happy guys. سومین شلوار و آخرین شلوار که چایان کدم اینی شلوارای رنگش کم شیریه، اینا هم راسته خیلی فیلم کنم دیم درازه، یک کمرش دایم گوشاده که یک دانه شلوار سفید از او خیلی خوش میاد شلوار قبلیه، بعد اون رو میخوام نگه دارم، بعد این دیگه اضافه دیگه پس رای میکنم چون که یک شلوار سفید الان دارم دیگه، ایرم گرفته بودم میبینم کدامش انتخاب میکنم و او شلوار سفید دیگر انتخاب کردم که بازیر پس رای میکنم. خریدایی که دیروز کردم اینی تاپ سبزه که من قهوه‌ایش را داخل اتاق پروف امتحان کردم، باز کلگی تاپای من قهوه‌ایه، گفتم که یک رنگ جدید بخرم، این رنگ خریدم. شانهش یکم گشاده، باز جای کمرش یکم تنگه. باز از این ستای پیامز خریدم که در خانه هم پشیم که دانه اینا 50 کرون شده بود، یعنی این بلیزش 50 کرون، شلوارش 50 کرون، ولی در اصل دانه 150 کرونیه. یه هم خیلی جنس خوب نخی داره، گفتم میرن نخرم باز پشیمان بشم. خیلی هم راحته. ما حالی درای یک رستوران هستیم که قبلا دش غذا نخوردیم و گفتیم که غذایش امروز امتحان کنیم. بعد از هم یک کم میگردیم و باز موریم سینما چون که یک فیلم آمده که میخوایم نگاه کنیم. امروز من پتای سفارش دادم که واقعا راضی بودم، اما رقم که میبینید ظرفش بسیار کلان هسته. من نصفش خوردم و سیر شدم. میخواستم اول با چاپستیک غذا بخورم ولی بعد از چند بار تلاش به خیال شدم و گفتم با چنگال میخورم، ولی غذا واقعا خوشمزه بود، 10 از 10 میتونم ببرش. بعدش رفتیم داخل گل فروشی که پر از گلای مختلف و رنگارنگ بود، واقعا خیلی قشنگ و دلنشین بود، انقدر فضا زیبا بود که ما اجدلمون هم خواست برون بریم
ولی خب مجبور بودیم چون که دیر میشد سینما. ما اما دیدیم که فیلم دراما رو ببینیم که واقعا در نامش میخورد و پر از دراما بود. اما خودم زیاد خوشم نیامد چون برای سلیقه‌م کمی زیاد اینتنس بود، ولی خب اگه خوشم میاد دراما رو این فیلم دیتون پیشنهاد میکنم. خب این از ولاگ ای دفعه. امیدوارم که خوشتان آمده باشه. اگه دوست داشتین لطفا لایک کنین، کامنت بانین و سابسکرایب کنین. باز در ولاگ بعدی میبینمتون. فعلا خدا نگهدار.